سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه و من خیلی خوشحالم که دارم با زمانهای کوتاه ویدیو ضبط میکنم و خیلی خوشحالم از این حسی که در من به وجود اومده که بخوام به صورت منظم توی یوتیوب ویدیو بذارم. خیلی خوش اومدید. پستی توی اینستاگرام دیدم و پست به زبان انگلیسی بود و ترجمهش میشدش که تا ابد لحظه های کوچک و بزرگ زندگی رو جشن میگیرم، به خاطر اینکه شب‌هایی توی زندگیم بوده که هیچ وقت نمیخواستم از خواب بیدار بشم و این خیلی یهو تو مغز من اینجوری شدش که یا ابوالفضل چقدر این برای من میک سنس میکنه و من چقدر اینو بارها تجربه کردم. این روزا وقتی که با آدما حرف میزنم راجع به زندگی و راجع به حالا اتفاقاتی که آدما پشت سر گذاشتن، اتفاقاتی که در مسیر روبرو شدن باهاش هستن، همیشه یه صحبتی به وجود میاد که به این سمته که چرا، یا مثلا آمادگیشو ندارم، یا برام سخته، گذر ازش برای من طاقت فرساست. ولی وقتی که خودم برمیگشتم و از خودم میپرسم که نظر تو چیه، نظر تویی که یه سری اتفاقات عجیب غریب توی زندگی برای تو افتاده، نظر تو چیه راجع به تمام چالشایی که الان باش روبرویی یا چالشایی که قراره باش روبرو باشی. چند وقت قبلش هم با یکی از دوستای خیلی نزدیکم داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چی باعث میشه که تو تاباوری داشته باشی توی چالشایی که توی زندگی برای تو پیش میاد. مثلا تو زندانی شدی و خفن ترین و شدیدترین شکنجه ها رو داری متحمل میشی و یک شانسی هم وجود داره برای اینکه تو بخوای آزاد بشی از تمام این شرایطی که توشی. و جوابی که خودم بهش دادم اینجوری شدم که انقدر لحظه بود اون جواب و انقدر اون جواب برای من واقعی بود، من تمام سوالایی که داشتم رو جوابش رو گرفتم با همون جوابی که همون لحظه دادم، که گفتم آقا کنجکاوی این که من بعد از این شکنجه ها به چه آدمی تبدیل میشم من رو زنده نگه میداره. ببینم آقا مثلا اون آیدایی که مثلا این همه شکنجه رو داره چیز میکنه، داره تحمل میکنه و داره ازش گذر میکنه، به چه آدمی میخواد تبدیل بشه، کی میخواد بشه. احساس کردم این دقیقاً چیزی بودش که باعث شده که من تا اتفاقی افتاده سریع خواستم که ازش گذر کنم، سریع خواستم که ردش کنم، نه در این که مثلا بخوام پسش بزنم، مثلا حسش کردم، با تمام وجودم حسش کردم و کنجکاوی آدمی که ممکنه بعدش باشم باعث شده که ازش گذر کنم. اتفاقی که افتاده بود برای من این بودش که بابا موتور سواری میکرد، خیلی تفریحی و خیلی مثلا هی تو فاز موتور و اینجور داستانا بود. یک روز جمعه‌ای طبق معمول همه جمعه‌ای که انجام میداد از خواب بیدار شد و یک روز کاملا عادی صبحونه رو خورد و با یکی از دوستاش رفت موتور سوار شد توی مسیر فشن میگون اون برا و توی مسیر برگشت از مسیر شمال به جنوب با یه کامیونت تصادف میکنه و بابا توی آمبولانس تموم میکنه. روزی که داشت میرفت، حالا صبح زود داشت میرفت، 8 9 صبح داشت میرفت و من شب قبلش به طرز عجیبی اصلا تا صبح نتونسته بودم بخوابم و خواب بودم وقتی بابا رفت. و اصلا من همینجوری بیدار شدم و من رفتم مامان پرسیدم بابا کجاست. مامان گفتش که بابا رفته و مثلا ساعت 1 2 اینطورا بود که گفتم بلندشم یکم ساز تمرین کنم. ولی از اونجایی که بابا هر جایی که بود همیشه برای ناهار خونه بود، گفتم که الان بابا همین موقع میرسه، حالا من بخوام ساز و بردارم و تمرین کنم و اینا، بابا بیا من نمیتونم تمرین کنم، که میخواد استراحت کنه و فلان، ولش کن، منتظر میشم بیاد ناهار بخوریم بره، بعد من از شروع میکنم تمرین کردم. که دیگه خبر نشد که مامان میگفتش که آره زنگ زدم بابا جواب نمیده و فلان، که ما ناهار زرش پلو با مرغ داشتیم و مامان تدیگ سیب زمینی انداخته بود و
نشستیم دیگه، گفتیم که بابا نمیاد دیگه، ساعت 3 شد، نهار نخوردیم و اینا. نشستیم سر سفره نهار خوردیم و با مامانم و خواهرم بودیم، مثلا خیلی همه چیز چیل و اصلا کلی هم اون روز خندیدیم سر سفره. و من که رفتم دوباره تحتیک برای خودم بکشم، دیدم مثلا تعداد کمی مونده، مثلا گفتم بذار بمونه بابا بخوره، چون بابا خیلی تحتیک دوست داشت. بابا میاد دیگه، اصلا نگه دارم براش. بعد هیچی، کمتر از 24 ساعت از این ناهار، از اون لحظه که من داشتم تحتیک برای بابا کنار میذاشتم، مامان اومد به من گفتش که یه فرمی برای من آورد که امضا کن که تو رضایت میدی که اعضای بدن بابا رو بخوان اهدا کنن. بابا اون روز توی تصادف فوت کرد و من میدونین منتظرش بودم که برگرده بیاد. اینجوری که چی شد مثلا این آدم بود، بابا چی شد؟ و مامان اصلا حتی پشت تلفن گفته بودن که آره مرده. نه هیچی، هیچ مقدمه‌ای مامان نداشت. و یادمه من داشتم با دوستم ویدیو کال میکردم و دوستم داشت میگفتش که مثلا آره بریم امشب مثلا اتاق فرار و اینا. گفتم بذار مامانم بپرسم بهت خبر میدم. ولی که مامان هم موقع اومد توی اتاق که دوست من پشت تلفن مامان پرسید که خاله اجازه میدی آیدا امشب با ما بیاد اتاق فرار، که مامان دست گذاشت رو شونه من توی ویدیو کال، اومد گفتش که دورسا جان آیدا کار داره نمیتونه بیاد. من میشم گفتم وا من چیکار دارم، من کاری ندارم چرا نرم فلان. ولی دقیقا همون لحظه بوده که مامان فهمیده بود اوضاع از چه قراره، که دیگه مامان رفت و چند ساعت بعدشم یهو من یه پیام عجیب غریب از دختر یکی از سرویس کارهای بابا گرفتم که تسلیت به من گفته بود. میگفتم که کی مرده. بعد که من فکر کردم عمه مامانم از دنیا رفته، که زنگ زدم پدر بزرگم ببینم حالش چطوره مثلا، چون به مامان زنگ میزنم جواب نمیده. بعدم پدر بزرگم خیلی چیل و خیلی اوکی و گفتم خوبی اوکی هم چی؟ گفت آره. گفتم عمه چطوره؟ گفتم خوبه. ماما اوکی. بس این طرف داشتم میگفتم اگه عمه مامان فوت کرده به دختر سرویس کار بابای من چه ربطی داره که این داره به من اصلا چرا به من تسلیت میگه؟ میدونی این اصلا یکم عجیب غریب بود که من زنگ زدم بابا، بعدش که آره بابا مثلا، یعنی میخواستم اینو بهش بگم که آره بابا مثلا چرا دختر فلانی اینو بر من نوشته، که بابا دیدم تلفنش خاموشه. بعد اون موقع مادر بزرگ پدریم کرونا گرفته بودن. گفتم نکنه اینو چیزیشون شده. بعد زنگ زدم به پدر بزرگم، پدرم، گفتم زنگ زدم حال احوال که خوبی این همه چی اوکیه. بعد احساس کردم پدر بزرگ من بغضه. بعد گفتش که آره آیدا جان همه چیز اوکیه. گفتم مطمئنی؟ گفت آره. گفتم که خوبی؟ گفتش که آره آیدا جان چی شده؟ گفتم بابام حالش خوبه؟ گفتش که آره بابات حالش خوبه، داری منو نگران میکنی. بعد لیندا خواهرم تمام مدت اینجوری زول بود تو چشای من که چی شده مثلا، چون شنید که من دارم به دوستم میگم که من پیام تسلیت گرفتم. مثلا خنده و شوک من از اینکه مثلا کی مرده رو مثلا یهو شنیده بود، اومده بود از کنجکاوی اینجوری که مثلا ببینه کی بوده که مرده، که این دختره داره تسلیت میگه به من. بعد که لیندا صدای پدر جون منو شنید، یهو دیدم چشاش پر اشک شد، برگشت گفت آیدا فکر کنم بابا مرده. یعنی چی بابا مرده؟ برو بابا. 2 ساعت بعد من همینجوری اصلا تو خدایا چی شده، کی مرده، چرا هیچکی چرا همه چیزا مشوشن، یعنی تو میفهمی یه خبری هست ولی اصلا هیچ توضیحی براش نداری. بعدم مامان زنگ زد گفتش که آره شناسنامه و مدارک بابا رو بیار، بابا پاش شکسته بیمارستان بستریه. که اینو که گفت من اصلا قاطی کردم که چی بابای من پاش شکسته؟ اصلا قلب من درد گرفت که چه جوری بابای من چرا بعد پاش بشکنه. و من خیلی ارتباط عجیب غریبی با بابام داشتم که اصلا بابا دستش زخمی شد، مثلا چوب میرفت تو دستش، مثلا میگه آیدا بیا چوب رفته دوباره تو دستم رو در بیار، اصلا با گریه در میآوردم که اصلا من بمیرم که تو چوب تو دستت رفته، دست تو زخم شده. اصلا یادمه جیغی که کشیدم که چی چرا بابا پاش شکسته و اینا، اصلا یادمه. و لیندا تمام مدت گفت بابا مرده.
اصلا با شرایط خیلی وحشتناکی، اصلا با گریه‌های وحشتناک، که من رفتم مدارک رو برداشتم و اومدم لباس بپوشم، دستم هی میرفت سمت لباس مشکی و من اینجوریام که تو چرا لباس مشکی من داره، برو لباس سبز بپوش. که من حتی اون شب کرم دست بردم که چون بابا دستش حساس بود، مثلا یکم خاک می‌خورد دستش خوش می‌شد، گفتم الان خورد زمین پاش شکسته تا من دستش خوش شدم دستشو کرم بزنم. کتابمو بردم، نمیدونم هنز فریمو برداشتم، لباس سبز پوشیدم و حتی اتو کردمش، لباس خواب بردم گفتم که مثلا تو بیمارستان شب پیشش بمونم و اینها. اسنپ گرفتیم و رفتیم بیمارستان آفرینش توی لباسون. و وقتی که رسیدم دیدم که پسر خاله من سر کوچه بیمارستان تلفن دستش داره گریه میکنه با اینا و رفتم ماشین پیاده شدم، صورتش رو گرفتم که چی شده. بعد رفتم جلوتر دیدم دوستای بابام هم هستن و عموم نشسته کف خیابون و رفتم پیش عموم نشستم گفتم چی شده. بعد دیگه مامانم اومد گفتش که آره بابا مرده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ و خیلی اصلا خیلی وضعیت اسفناکی بود. شوک بود دیگه، یعنی بابای من سالم، اصلا بابا 47 سالش بود اتفاق افتاد و اصلا یعنی من مردن خودم رو تصور میکردم ولی مردن پدرم رو هیچ وقت، یعنی اصلا من ترس از دست دادن پدر بزرگ و مادر بزرگم همیشه بچگی با هم بوده. اصلا از دست دادن تو زندگی من خیلی اتفاق نیفتاده بود که من بخوام شاهد فوت کردن پدر بزرگ مادر بزرگم باشم یا مثلا عضو نزدیک خانواده، اصلا هیچ وقت. و انقدر مثلا بابا آدم زنده‌ای بود که اصلا هیچ وقت اصلا تصور نمی‌کردم مثلا این آدم بخواد کسی باشه که من باهاش از دست دادن رو طعمش رو میچشم. بعد دیگه که حالا سالگرد بابا شد و من مهاجرت کردم، اولین سالگرد بابا بود که من مهاجرت کردم اومدم اتریش. وقتی که این پست رو خوندم توی اینستاگرام، از بعد بابا احساس کردم که تنها چیزی که باعث تاب‌آوری من شد از اون غم این بودش که من کنجکاو بودم از اینکه ببینم اگر تاب بیارم این درد رو چی میشه. این کنجکاو بودن باعث شدش که من از اون درد گذر کنم. و قبل اینکه اتفاقا بیفته وقتی که میدم یکی پدرش رو از دست میده مادرش رو از دست میده، انقدر این سنگین بود تصویرش که من میگفتم که خدایا این آدم دیگه آدم میشه بعد از این درد. ولی قضیه اینه که آدم میشه آدم. چند وقته که به صلحی رسیدم با خودم که داشتم میگفتم که خب به هر حال این اتفاق میافتاد و برای همه اتفاق میفته، ولی اینکه تو چجوری باش برخورد میکنی مهمه که تو چه لیبلی داری به این درد میدی. به عنوان یک موتور برای رشد، به عنوان یک دلیل برای فهمیدن معنی زندگی، یا اصلا هر چیزی، یا اصلا صرفا یک دلیلی برای تجربه غم بیشتر و بیشتر فرو رفتن تو تمام دردهایی که زندگی با خودش میاره. و از نظر فکری من خیلی این قضیه عوض کرد، خیلی زیاد، که وقتی که این پست رو توی اینستاگرام خوندم خیلی یهو انگار یه چراغ تو مغز من روشن کرد که آقا دلیل این که انقدر تو لحظات زندگی برات مهم شده و آدما رو خیلی گرامی میداری اینه که تو یک بار این رو تجربه کردی، دیدی که حتی کسی که انقدر تو زندگی تو پررنگه میتونه کمتر از 24 ساعت بالا سر خاکش باشی. خیلی برای من این اتفاق تلخ و خیلی پر از درسی بودش که برای من پیش اومد. الان یکی دیگه دوستان مادرش رو از دست داده و وقتی که داشتم باش صحبت میکردم یه چیزایی تقریبا تو همین بستر داشتم بهش میگفتم و اینا که آقا اینو تاب بیاری باور کن خیلی آدم عجیبی میشی. الانم در حال حاضر توی زندگی الان توی موقعیت خیلی شدید احساسی هستم که داشتم به دوستم میگفتم که اگه من آیدای مثلا 3-4 سال پیش بودم الان واقعا کف اتاق بودم و اصلا تکون نمیتونستم بخورم. ولی تا قلبم یهو میخواد شروع کنه به یک تپش های عجیب غریب،
اینجوری هم که میگم که آقا یه لحظه آروم باش، یه لحظه چند تا نفس عمیق بکش، تو تاب میاری این رو و تو از این گذر میکنی و هر چیزی که به صلاح تو باشه اتفاق میفته. بسپر به یک سرنوشتی و تو دیدی که از پس یه سری دردهای عجیب غریبی که توی زندگی تو به وجود من چجوری گذر کردی، پس مطمئن باش از اینم گذر میکنی. یک چیز دیگه ای که این قضیه بابا برای من آورد این بودش که لمس نبود یک چیزی که تو مطمئنی این تا ابد هست اصلا یک مایندستی رو برات به وجود میاره که آقا من باید قدر اینو بدونم، من باید قدر این شمع رو بدونم، من باید قدر این صندلی که روش نشستم رو بدونم. دیگه چه برسه آدمایی که تو زندگی من که به من عشق میدن و به من محبت میکنن و هوای منو دارن. قدر تمام چالش‌های زندگیمو باید بدونم، به خاطر اینکه من دیدم که از هر چالشی که میومدم بیرون چقدر مثلا تجربه‌ام بیشتر بود و به مراتب وقتی که قدر یک چیزی رو میدونستم چقدر برای من خوشحال کننده بود، چقدر به من حس خوبی میداد وقتی که یک آدمی رو گرامی میداشتم، یک موقعیتی داشتم که داشتم با چیزهای دیگه شیرش میکردم، به خاطر اینکه اینجوری بودم که آقا چرا که نه، هیچ چیزی دائمی نیست و هیچ چیزی هم متعلق به من نیست. پس چرا مثلا بخوام انقدر ادعای مالکیت داشته باشم و انقدر ادعای اینکه من خیلی الان کنترل همه چیز دستمه داشته باشم که مثلا کلا انقدر ساده بخوام از کنارش رد بشم. درست میشه همه چیز در نهایت. آدمیزاد از سخت ترین چیزای ممکن عبور میکنه، آدمیزاد 1000 بار دلش میشکنه و 1000 بار ترمیم میشه، هزاران بار دور میشه از چیزهایی که دوستش داره، هزاران بار مجبور میشه چیزهایی که دوستش داره رو ترک بکنه، ولی در نهایت این فضایی که تو با خودت داری اون چیزیه که باعث میشه که تو یاد بگیری دقیقاً برای چی توی این دنیا داری زندگی میکنی و این به نظر من زیباترین دلیل ممکن برای زندگیه. زندگی که میتونه سخت باشه، زندگی که میتونه آسون باشه، قشنگ باشه و همه چیز ناناز و ململانی به قول مروارید. مرسی که ویدیو رو دیدین. امیدوارم که اگر حالتون بده با اون حال بدیه دوست باشید و درکش کنید و بدونید از کجا میاد و در آغوشش بگیرید و سعی کنید ازش یاد بگیرید. ولی با همه اینا امیدوارم که حالتون واقعا خوب باشه، همه چیز بر وفق مراد باشه و اصلا خوشحال باشید و بیاین که واقعا با هم دیگه لحظات کوچیک و بزرگ زندگی رو جشن بگیریم، به خاطر اینکه چرا که نه، واقعا چرا که نه. بوس به همتون. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. قربونتونم. برم.